درود میگویم به شما دوستان خوب. خوشحالم که میتوانم این برنامه ششم از سری برنامه‌های شناختن برخی واژه‌های ایرانی را با شما دوستان به اشتراک بگذارم. از 5 برنامه گذشته امیدوارم که واژه‌های بسیاری رو آموخته باشیم. کلید واژه‌ها که بسیارن، ولی کلید واژه‌ها رو آموخته باشیم و من نمیخواهم که دوباره گویی کرده باشم. امیدوارم که بروید و آن 5 برنامه را از برنامه نخستین ببینید. البته برنامه نخستین یک برنامه بود که آزمایشی آن را پخش کردم و خوشبختانه با تمام کمبودها و هنوز هم این کمبودها بسیاریش هستند، آن برنامه مورد استقبال قرار گرفت. درباره خدا و خداوند بود. من در 3 برنامه اول از 3 واژه خدا، شاه، میهن سخن گفتم و بروید آنها رو ببینید. در برنامه 4 یک کج فهمی، یک بیراهه رو اومدم براتون گفتم که چیست. واژه شاهتانا که ما در زبان ایرانی شیطان آن را شناختیم که از عربی آمده، منتها شاهتانا کسی است که نگهدار، مراقبت کننده از آتش ماها بوده در آتشکده ها. آن کسی که آتش را در همه شهرها ما آتشکده داشتیم برای اینکه همه ایرانیان خوراک خود را میپختند یا در صنعتگری از آتش استفاده میکردن و آتش در کاربردهای بسیاری داشت، برای حرارت، برای روشنایی خانه ها در طول شب، و چون کبریت و فندک و هر آنچه که امروزه هست و کار را آسان میکند آن موقع نبود. نیاز بود که یک مکانی را داشته باشن، آتش 24 ساعته در آنجا روشن بماند، بر آن هیزم بیفزایند که این کار را شاهتانا انجام میداد که بعداً آن را بردند و در ادیان ترسا هم به معنای ترسافکن هست. ادیان ترسا ادیانی هستند که ادیان ابراهیمی را جزء ادیان ترسایی میگویند. آنها تنها دین ترسایی نیستند، ولی ادیان ابراهیمی که حالا چندها هستند، از یهود تا مسیحی تا مسلمانی و اسلام، اینا دینهای ادیان ترسا هستند. ولی و رفتن از شاهتانا، مراقبت کننده از آتشکده، موجودی ترسناک ساختند، تصویر کردند، به فرزندانشان گفتند. برای چند هزار سال این داستان چرخید. امروز به ما رسیده که میروند و به یک نمادی میگویند این شیطان است، سنگ میزنند، یا اینکه هر روز اگر جایی خطایی تباهی هست بر شیطان لعنت میفرستند، در صورتی که ما ایرانیان نباید این کار رو بکنیم. بگذارید تازیان، عرب ها، آنهایی که خود را عرب میدانند، چون در این باره هم در برنامه 5 هم صحبت کردم که عرب چیست. عرب میشود فرزند رب هم تباهی و سیاهی و پلیدی است. برای ایرانیان اهریمن است، چون ضحاک هست مهان عرب، یعنی بزرگی که در شب هست. مهان میشه بزرگی که، یعنی آدم بزرگی که شب هست، تاریک هست، تیره هست. و ضحاک مهان عرب هست، یعنی اون بزرگ عرب ها ضحاک است و عرب هم میشود فرزند رب. بنابراین رب مرتبط است یا همان خود ضحاک است. بنابراین ما ایرانیان نباید از این واژه رب استفاده بکنیم. من این 5 برنامه رو که اجرا کردم، خب در 3 برنامه نخست تاریخچه ایران رو هم گفتم، در برنامه 4 و 5 هم تا حدی، ولی برنامه 4 و 5 برای این بود که بگویم ما چقدر در گفتارمان اشتباه داریم و خیلی چیزهایی که بد هستن رو ما به نیکی از آنها یاد میکنیم در گفتارمان. مثل همین رب میآیند در آرامگاه فردوسی، وقتی که آقای شجریان رو دارن به خاک میسپارن، نوای ربنا میگذارن. یعنی آن آدم ها که ناآگاه بودن، از روی ناآگاهی این کار کردن،
ولی برای کسی که آگاه هست این در کنار اینکه مسخره به نظر میرسد ولی اصلا خنده‌دار نیست. برای اینکه در شاهنامه گفتند که رب چیست، عرب کیست، و با این حال آمدند و در آنجا برای نوای ربنا رو در آرامگاه فردوسی پخش میکنن. البته از جمهوری اسلامی همه این کارا برمیآید، شاید آنها برخی میدانستن و از ناآگاهی مردم سود بردن تا این کار را انجام بدهند. خب آقای شجریان سرودها و ترانه آوازهای بسیاری داشته، میتوانستن چند تا از آنها را به کار ببرند، ولی این چیز که پلید و پلشت و تباهی است را استفاده نکنند. نمیخواهم سخن به درازا برود. امیدوارم که برنامه‌های گذشته را تماشا بفرمایید و از آنها یاد بگیریم و تلاش کنیم دیگران را هم با این واژه‌ها آشنا کنیم. من در برنامه گذشته 5 از یک سری واژه‌هایی استفاده کردم که به نظر ایرانی نمی آمدند. بعد کسانی بودند که آمدند گفتند چرا مثلا به جای تئاتر که از شکسپیر من داشتم گفتم ایشون تئاتر نوشته و تئاتر نویس 200-300 سال پیش بوده، گفتن که خب چرا به جای تئاتر نگفتی نمایش؟ بله من اشتباه کردم، میتوانستم بگویم نمایش، ولی جالب است بدانید که تئاتر یک واژه ایرانی است. حالا ما ایرانی ها یعنی بروید فرهنگنامه ها رو باز کنید، همه شما رو به سمت یونان میبرند، میگویند که این واژه از یونان آمده، اولین بار در آنجا اجرا شده است، همانجا نامگذاری شده است و ادامه پیدا کرده و یک هنر هم هست به هر حال. اما خب یونانی‌ها این واژه رو از کجا آوردند؟ این واژه رو از ایرانیان گرفتند. خب میدانید یونان قبل از اینکه اون داستان روم و یونان پیش بیاد و جدایا بشوند از شاهنشاهی ایران، خب جزو ایران بودند و من میتوانم به جرئت بگویم که گویش آن زمان یا زبان آن زمان، زبان‌هایی که با هم سخن میگفتند بسیار نزدیک بودند، اصلا یکی بودند. بعدن آمدند به خاطر اینکه به هر اقلیمی یک یورش هایی شد به ایران، که به سرزمین فعلی ایران که یورش های بسیار شد، هم از سوی تازیان عرب، هم از سوی تازیان مغول یا ترکتاز یعنی همین مغول ها که بر ایران تاختن رو ترکتاز میگویند و عرب ها رو هم که تازیان، ما گفتیم تازی هست یعنی تاختند. این تازی نشانگر نژاد و تیره یا حتی کوچک کردن آنها نیست، اتفاقا آنها خیلی هم خطرناک بودن، بزرگ هم بودن، خطر بزرگی هم بودن. تازی از واژه تاختن می آید. این را بدانیم. برای همین اگر یه موقع به عرب که نباید هم خودشان را از این پس آنهایی که ایرانی هستن عرب بنامند، برای اینکه می شود فرزند رب، اگر یه موقع شنیدن که تازی و آن رو به خودشان نگیرند. تازی یعنی کسی که تاخت و تاز کرده است. خب ما اینها تاخت و تازهایی که پیش آمد به جاهایی که رفتند، حالا ترک ها، مغول ها خواستن زبان خودشان را جایگزین کنند، عرب ها خواستن زبان خودشان، گویش خودشان را جایگزین کنند، چون عربی گویش هست، زبان نیست. این گویششان را از زبان ایرانی گرفتن، منتها چون اقلیم متفاوتی داشتن، خب برخی گویش ها، ترکیب برخی گویش ها به مانند کردی و حالا گویش های سومری، اینا در هم آمیختند و آن گویش عربی یا زبان عربی را به وجود آوردند. من خیلی روی این موضوع اصرار یا تعصبی ندارم که چه بگویم، فقط میخوام بگم که اینها همه برگرفته از یک زبان مادر است به نام زبان ایرانی، که خود زبان ایرانی هم از زبان سانسکریت آمده است. این رو در برنامه خواهم گفت، الان وقت برنامه بیشتر از این گرفته نشود. پس هر جایی یک بخشی از آن زبان ایرانی 4000 سال پیش رو با خودش برد و آن رو پروراند و برای خودش یک گویش و زبان خودش رو پیدا کرد. یونانیان، هندوستانیان، عرب ها که این کار رو کردند
ترک ها، اینها برای بخشی از گویش محلی خودشون رو آوردن با یک قسمت بزرگتری از زبانشان با زبان ایرانی یکیست، در هم آمیخته و آن رو بردن. اما خب آن چیزی که در ترکیه یا در آذربایجان، بهتر است این گونه هم بگوییم، آن گویشی که آنجا هست، خب اون گویش برای گوش کسی که در استانهای مرکزی ایران هست خب ناآشناست، در صورتی که اگر کسی واژه شناس باشد، ریشه یاب اون واژه ها باشد، متوجه می شود که آنها همه از یک ریشه هستند و این رو من الان به شما خواهم گفت. میگویند تئاتر. تئاتر وقتی که به فرهنگنامه برمیگردید هست زده است به زبان یونانی، اصلا با خط، با اون نوشته یونانی هستش. دارت هست، تئاتر هست، دارت یا دارت، در واقع آرت هم نیست، دارت. این دارت د از واژه دیار است. این د انگلیسی هم که استفاده میکنن همین گونه است. دیار کجاست؟ جایی که دار هست. دار به معنی خانه، دیار یعنی جای آشنایی که همون همسایگی خانه، جایی که خانه هست و یک جای آشنا هست دیگه، همه اولین جایی که میشناسن اطراف خانهشان هست. پس دار که هر جا هست، دیار هم همانجاست. دیار یعنی یک جای آشنا، که این واژه د در انگلیسی امروزه یعنی یک چیز آشنا. به فرض میگویند فلگ، پرچم، خب این هر پرچمی میتونه باشد، ولی وقتی میگویند د فلگ یعنی که آن پرچم آشنا. اینو انگلیسی گفتم. و واژه دار و دیار خب از یک ریشه هستن. این تئاتر که دارت هست در یونانی، گفته میشه که بعداً به تئاتر تبدیل میشه. این دارت باز من گویشم سخت است بگویم آرت یا ارت، چون آرت هم الان در انگلیسی استفاده میشود. آرت هم یعنی هنر در زبان انگلیسی. دارت میشود مکان. این دارت از دار آمده است. دار یعنی خانه، دارت یعنی خانه هنر. و این میخواهم بگویم که ارتباطش با ایران چیست. خب را که فهمیدیم چیست، از دار هست یا دیار، در اینجا از دار هست معنی خانه. و آرت یا ارت چیست؟ این ارت یک واژه میترایی است، از 7-8 هزار سال قدمت دارد و این واژه از واژه ارت و ارتا آمده است. ما نام ارتا داریم. من یکی از دوستان بسیار گرامی من در دوره دبیرستان که همچنان به یادش هستم، نامش ارتا بود و ارتا به معنی هنرمند است. ارتا به معنی هنرمند است در ایرانی، در زبان ایرانی ارتا به معنی هنرمند است. ما این ارتا رتا هم شده است، یعنی این واژه همینطور در زبان چرخیده، جایی ارتا گویند، جایی رتا گویند، جایی ارته گویند به این واژه. و ما جایی هم در اوستا داریم که میگوید رتا و عشا. عشا را که گفتم چیست در برنامه های گذشته، درستکاری است، از ریشه شاه آمده که ماها هستیم. عشا یعنی آنچه که ما ایرانیان انجام میدادیم چون کار درستی بود، اون درستکاری را عشا نامیدن. و اگر درست نباشد ناعشا یا اناعشا می شود، که الان خارجی ها همین تو انگلیس، حالا از فرانسه هم حتما هست، این واژه آنارشی از این داستان اومده است. آنارشی یعنی اناعشا دیگه، اناعشاشیه در واقع. اناعشاشی می شود آنارشی، یعنی هرج و مرج، چیزی که نادرست است. پس بدانید این زبان ها همه ریشه در یک جا دارند. و حالا برگردیم به ارتا. میشود هست رتا و عشا، یا بله رتا و عشا. این
عشا که درستکاری است، رتا هم هنرمندی است. و این را در وصف آن چیزی که در طبیعت است، چون هیچ چیز آن به یک ایزد ناپیدا ربط پیدا نمی‌کند. میگوید هر آنچه که در این دنیاست که با هم هماهنگ است و گات هست که این گات هم خارجی کردن گات هست، هماهنگ و نیکاهنگ است، اینها بر پایه رتا و عشاست، یعنی بر پایه درست کرداری، درست بودن است و بر پایه هنرمندانه بودن است. هم هنری در آن هست، هم درست است. حالا خیلی چیزا میتواند درست باشد ولی هنرمندانه نباشد، اینقدر شیک و خوش آهنگ و خوش سیما به هم نچسبیده باشد یا با هم در ارتباط نباشد. ولی آنچه که در طبیعت هست و گات هست، رتا و عشا هست، یعنی که هم هنرمندانه است و هم درست هست، از نظر ترتیب درست هست. ما انسان ها خوراک میخوریم از گیاهان یا حیوانات رو هم شکار میکنیم و پخته آن رو میخوریم و بعد خب آن چیزی که زائد آن داستان هست وارد زمین یا هر جایی میشود. حالا در این روزها که حالا سیستم فاضلاب درست کردن، ولی قدیم این وارد زمین ها میشد، در آنجا گیاهانی رویده میشد. این گیاهان رو باز همان حیواناتی که ما یا شکار میکردیم یا آنها رو پرورش میدادیم تا بعداً خوراک خودمون بکنیم استفاده میکردن، یا محصولاتی که آن حیوانات داشتن مانند شیر. اینها رو ما میخوام بگم که این پیوستگی عشا وجود دارد در این زمینه و رتا هم که هست یعنی زیباست، به چشمم زیبا میآید. پس واژه تئاتر هست دارت، یعنی جایی که هنر هست. این واژه هنر البته بعداً جایگزین آرت یا ارت شده است، در زبان گذشته ارت بوده است، بعد آن رو به هنر تبدیل کردن. گویند که در زبان ایرانی پهلوی، فارسی پهلوی، این هنر شده است که هنر است. هنر واژه هنر است. هو هم یعنی خوب، واژه هو یعنی خوب. و هور که نور بود، من به شما این رو هم گفتم، هور و نور یکیست، یعنی واژه نور از واژه هور آمده است. اهورا یعنی روشن کننده، هور یعنی روشنایی بخش یا نور. و آن چیز که نور است خوب هم هست، بنابراین ر را برمیدارند میشود هو یعنی خوب، شایسته، نیک. و هنر، نر هم، حالا اینجا همون واژه نر رو شاید بدهد، به معنای انسان است. هنر یعنی یا یه عمل کردی هست، هنر میشود انسان یا عمل کرده خوب، هنر. این رو هم گفتم. یک واژه دیگری بود که باز به کار بردم در برنامه پنجمم و اون آکادمیک بود. آکادمیک رو من در همون برنامه پنجم جایی اشاره کردم که هخامنشیان، این معنی این هخامنش چیست؟ اشامنش است، آکامناید است. این آکامناید که تو سنگ نوشته ها آن را این گونه دریافتند و آن را نوشتند، از زبان ما ایرانی ها نگرفتن که ما اینها هخامنش میگفتیم، بر روی سنگ نوشته بود آکامناید و اینها همان را هم آوردن و معرفی کردن در دنیا. آکامناید یعنی اشامناید، اشامنش. پس هخامنش می شود اشامنش، یعنی درست کرداران. این پس واژه اکا رو الان از آکادمیک شما فهمید یعنی عشا هست. دمیک هم از دمیک یک واژه دو بخشی است، دم یا دمو و ایک هست. دم یا دمو خب در واژه دموکراسی مثلا ما داریم به معنای مردم است، ولی این دم یا دمو هم معنی مردم میدهد، هم معنی یک چیزی را میدهد. حالا هر چیزی، این چیز میتواند مردم باشه و یعنی یک مجموعه ای از مردم باشن. در واقع مردم که میگوییم جمع هست، این داستان از مرد جمعش میشود مردم آمده است. بنابراین و ایک به معنای مربوط به است، در ارتباطه. یعنی مثلا ما داریم جرمنیک، یعنی مربوط به جرمن ها.
این واژه جرمنیک هم ایرانی است. جرمن هم یک نژاد ایرانی بودند که حالا الان آلمانی مینامند خودشون رو، ولی آلمان هم فکر کنم یه واژه روسی باید باشه برای اونها، ولی جرمن کلا خودشون هم جرمن میدانن. این یک تبار ایرانی است. جرمنیک یعنی آنچه که وابسته به جرمن هاست یا از جرمن ها آمده است. یا ما در زبان ایرانی نزدیک یعنی آنچه که وابسته به نزد من است، آنچه که در نزد من است می شود نزدیک. بنابراین آکادمیک می شود نزدیک به عشا. نزدیک به عشا یعنی نزدیک به درست. واژه آکادمیک یک واژه ایرانی است، حالا در گویش یونانی آمده به معنای اشادمیک، اکادمیک یعنی نزدیک به درست است. من نمیخوام این ویدیو طولانی تر از این بشود، سخن بسیار هست. اگر میبینید که من بین برنامه فاصله هست، برای این هست که میخوام یک داستانی رو هم با نه تنها داستان، یک تاریخچه‌ای رو هم از آن واژه‌ها برای شما پیدا بکنم و بگویم. اگر نیاز باشد به مانند برنامه گذشته از شاهنامه یا از دیوان‌های دیگر، از کتاب‌های پارس‌های دیگر، از کتاب‌های شعر دیگر برای شما حتما آنها را خواهم گفت تا بدانید که این ریشه ها و این واژه ها چگونه و باید به درستی به کار بروند. من از همتون سپاسگزارم که بیننده این برنامه بودید. برنامه ششم بود. منتظر برنامه‌های آینده باشید. از این ویدیو ها استقبال کنید، آن را به دوستان خود نشان بدهید. آن را نمیخواستم بگویم، ولی با لایک کردن و با به اشتراک گذاشتن باعث دیده شدن بیشتر این برنامه میشوید. من اینجا نیامدم که از دوستان لایک های 1000 تایی و 100,000 تایی و 100 تایی اصلا بگیرم، ولی خب وقتی شما از برنامه‌ای که شما را آگاه میکنند آن را تایید بفرمایید، این نشان دهنده هوشمندی و خرد شما هست و باعث میشود که دیگرانی هم با بالا بودن این برنامه در یوتیوب آن را به طور تصادفی هم که شده بیایند و ببینند و بیاموزند. سپاسگزارم و تا برنامه آینده بدرود میگویم.